نیت‌هایی که هنگام قرائت قرآن یا حفظ آن باید انسان داشته باشد. بسم الله و الحمدلله و الصلاة و السلام علی رسول الله. اما بعد، موضوع امروزه در بیان نیت‌های قرائت و تلاوت قرآن. اولین نیتی که انسان در قلب داشته باشد این باید طلب هدایت باشد، هدایت یافتن باشد. قرآن راهنماست. هر کی آن را با نیت هدایت بخواند الله دلش را به راه راست راهنمایی میکند. دوم، نیت انسان ان یخرجک الله من الظلمات الی النور، اینکه الله سبحانه و تعالی تو را از تاریکی های گمراهی های کفر و شرک و ضلالت به سوی روشنایی، به سوی توحید و سنت راهنمایی کند. تاریکی های جهالت، گناه و گمراهی ها را قرآن از تو دور بسازد و تو را یک انسان با نور و با ایمان و با تقوا و پرهیزگار قرار بدهد. الاستشفاء بالقرآن الکریم من الامراض الظاهره والباطنه. دیگری از نیت‌ها این شفا یافتن با قرآن کریم از بیماری‌های ظاهری و باطنی. به درستی که آیه‌های قرآن هم شفای جسم هست با خواست و اراده الله سبحانه و تعالی و هم شفای دل از حسد، کبر، نفرت، غرور و هر بدی دیگری و همچنین لعلاج قسوة القلب. دیگری از نیت‌های تلاوت قرآن و حفظ آن این باشد برای نرم کردن دل بنده از سنگینی. به درستی که قرآن دل را زنده می‌گرداند و انسان را با یاد آخرت و رحمت الله سبحانه و تعالی روی گردان می‌سازد. اینکه بنده قلبش از این تاریکی ها، از این شکست ها رهایی می‌بخشد. و دیگری از نیت ها لیجعلک الله من الذاکرین، اینکه الله سبحانه و تعالی تو رو ای بنده، تنها تو رو ای بنده که این قرآن رو تلاوت میکنی و حفظ میکنی و تلاش مینمایی، از ذکر کنندگان قرار بدهد. به درستی که تلاوت قرآن، قرائت قرآن بزرگترین ذکر هست. سخن الله را خواندن این یکی از نیکوترین ذکر هاست که بنده به واسطه این با پروردگارش نزدیک میگردد. و دیگری از نیت ها این زیادت الیقین و الایمان بالله، افزودن و افزایش یقین و ایمان به الله سبحانه و تعالی. تلاوت آیات های کلام الله سبحانه و تعالی، هشدار از آن نعمت های بزرگ و وعده هایی که الله در آخرت برای بندگانش نشان میدهد، اینکه یقینی بنده زیاد میگردد و توان تلاش بنده بیشتر میگردد، نیکوتر میشود. و دیگر از نیت ها الامتثال بامر الله تعالی بالترتیل، اطاعت و فرمانبرداری با امر الله که فرمود ورتل القرآن ترتیلا. به درستی قرآن را با آرامی و با اندیشیدن، با تفکر و تأمل و تدبر با رعایت احکام آن بخوانید. و همچنین دیگر از نیت ها مضاعفت الحسنات، زیاد شدن حسنات و ثواب ثمره انسان. چون پیامبر الله صلی الله علیه و سلم فرمودند هر حرف قرآن 10 ثواب دارد. و همچنین دیگری از نیت‌های آموزش و تلاوت قرآن نیل شفاعت القرآن الکریم یوم القیامه، اینکه به دست آوردن شفاعت قرآن در روز قیامت برای تو ای بنده خواننده. چون قرآن در روز قیامت به قرائت کننده شفاعت میکند اگر عمل کند و آن را فراموش نسازد و با مقتضایی که طلب کرده می شود روی بیارد. دیگر از نیت‌ها ان یکون وصیت رسول الله صلی الله علیه و سلم، اینکه اجرای وصیت رسول الله صلی الله علیه و سلم که فرمودند اقرأوا القرآن، ای مردم شما قرآن را تلاوت کنید، قرآن را بخوانید. هر مسلمان شاید پیوسته قرآن را تلاوت نماید. پیروی از وصیت نیکوی رسول الله صلی الله علیه و سلم، تو اقتدا بر آن رسول کردی که او را دوست می‌داری. و دیگر از نیت‌های تلاوت قرآن یرفعک الله به، الله سبحانه و تعالی درجات و منزلت رو بالا می‌گرداند. با تلاوت قرآن درجات تو زیاده می‌گردد. هر امتی که با قرآن زندگی میکند و قرآن را دستورالعمل حیات خود قرار میدهد به درستی که سربلند و خوشبخت و نیکمند است. و دیگر از نیت‌های قرآن این باشد که لیتکون من اهل الله و خاصته، تا تو ای بنده از اهل الله و از برگزیدگان او سبحانه و تعالی باشی. رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودند اهل قرآن اهل الله و مخصوصان اویند. و همچنین لینهاک عن الفحشاء والمنکر، ای بنده با نیت آن تلاوت نمای قرآن را تا قرآن تو را از زشتی ها و از گناه باز بدارد. و کسی که قرآن را تلاوت میکند دیگر نمیخواهد الله سبحانه و تعالی را نافرمانی کند، به سوی او رغبت میکند نه به سوی کسی چیز دیگری. و همچنین دیگری از نیت های تلاوت قرآن که اینکه الله سبحانه و تعالی تو را یاد میکند ای بنده. چون هر کی الله را یاد کند با تلاوت قرآن
الله نیز او بنده را یاد میکند. و دیگری از نیت‌های تلاوت و حفظ قرآن این باشد که ای بنده تا از آتش عذاب الهی محافظت بگردی، چون قرآن سپر مؤمن است و حفظ کننده از عذاب آتش میگردد اگر با این عمل کردی. و دیگری از نیت‌های تلاوت قرآن تا اینکه خود را ای بنده زیر نظارت او سبحانه و تعالی قرار بدهی، چون الله سبحانه و تعالی با تلاوت کنندگان کلام اوست، با یاری می آید، نگاه دارنده آنهاست. و همچنین ثواب ذکر الله سبحانه و تعالی از بزرگترین جهاد در راه الله سبحانه و تعالی است، زیرا قرائت خالصانه به دل پیوست می‌بندد و انسان را وادار می‌سازد که بر آن عمل کند و قلبش را به سوی هدایت می‌کشاید و ثواب نعمت‌های بزرگ را به دست می‌آورد. پس قرآن این سفره نعمت‌های الله سبحانه و تعالی بر تو است ای بنده. هر کس که به سوی قرآن روی می‌آورد از آن بهره میگیرد و بر آن میاندیشد، تفکر و تأمل میکند، از نعمت‌های معنوی سرشماری بهره برده است. و دیگری از نیت‌های تلاوت قرآن و حفظ آن الماهر بالقرآن مع سفرة الکرام البررة، کسی که در قرآن ماهر است، تلاوت نیکویی دارد، تأمل و تفکر و تدبر خوبی دارد، با فرشتگان مکرم الله نیکوکار الله است. چون رسول الله فرمودند قاری، خواننده و حافظ ماهر در قرآن با فرشتگان برره نیکوکار خواهد بود. و دیگری از نیت‌های حفظ قرآن لیکون القرآن حجة لک، تا اینکه قرآن برای تو دلیل نفع رساننده باشد، چون در روز قیامت قرآن به آن نوعی که انسان شهادت می‌دهد یا بر خوبی او یا بر نیکویی او شفاعت، بر نفع او شفاعت می‌دهد، یا الاعوذ بالله بر ضد او. تا ای بنده با تلاوت کلام الله سبحانه و تعالی تو الله سبحانه و تعالی را خوب بشناسی، با نامهایش، با صفاتهایش احساس نمایی که او بزرگترین و نیکوترین و عظیمترین. با نیت اخلاص پاک به سوی پروردگار باز بگردی و این کلام رو تلاوت نمایی و پروردگارت رو بر ربوبیتش، بر الوهیتش، بر نامها و صفاتهایش بشناسی و احساس کنی. پس قرآن بهترین راز برای شناخت پروردگار است. اینکه قرآن را تلاوت نمایی اگرچند برای تو دشوار باشد، چون رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودند کسی که قرآن را با دشواری میخواند 2 اجر دارد. تا ای بنده نادان نباشی، در نادانی و جهالت نافتی و چیزی را از این دنیا نفهمی. قرآن انسان را آگاه میکند، با فهم در دین دنیاش کمکش میرساند. و دیگر از نیت‌های تلاوت قرآن و حفظ آن عمل کردن با آنچه که قرآن بر تو را به سوی آن راهنمایی میکند. قرائت بدون عمل بیفایده است. همین است که الله سبحانه و تعالی ما و شما را بارها در قرآن تاکید مینماید که افلا یتدبرون القرآن، آیا با قرآن شما تدبر نمینمایید، تأمل اندیشه نمیکنید؟ برای تطبیق آن خواندن لازم است تا قرآن همنشینی تو ای بنده در قبر قرار بگیرد، چون قرآن در تنهایی تو در قبر یک نور آرامشی برای تو میگردد. پس قرآن نه تنها کتاب است برای خواننده، بلکه دستور حیات او قرار بگیرد، نور راه او، شفای دل و همنشین قبر او و نجات او در روز قیامت. پس بگذاریم نیت ما هنگام تلاوت قرآن همیشه خالص از برای او سبحانه و تعالی و برای هدایت و راهنمایی باشد، نه تنها برای ثواب جمع کردن، ثواب که از دست نمی رود، هدایت از دست نرود، راهنمایی نیکو رو از دست ندهیم. الله سبحانه و تعالی همه ما و شما را از اهل قرآن قرار بدهد. آمین.